یک تصور در جامعه تلقین میشد که ما بسیار ادبیات میخونیم، ما بسیار به معنویت مشغولیم، ما بسیار شعر میخونیم، از این رو از نظر تکنولوژی قفا موندیم. این یک باوری، یک میف است که در این مغز جوانان جای میکنه و اصلا اگر واقعیت جهان رو گیریم خیلی نیست. مثلا اگر برای ما کشور پیشرفته ژاپن باشد، کشورهای غربی باشد، مثلا ما نمیبینیم که کشورهای غربی از بر ادبیات و معنویت و زبان گذشته باشد. مثلا شما اگر در فرانسه به دانشگاه ادبیات یا هنر یا آنتروپولوژی یا جامعه شناسی داخل شوید، خیلی مشکل تر است از داخل شدن به دانشگاه تکنیکی. یعنی که رشد اونا در نتیجه این کاری ادب و زبان و فرهنگ با وجود نآمده است. این یک. دوم که در همین اروپایی که ما فکر میکنیم همه غرق تکنولوژی شده است، برای یک رمان جایزه نوبل داده میشد که بیش از $1,000,000 است. برای یک رمان ادبی $1,000,000 میتید. این دستگیری ادبیاتی است. یا اینکه در قانون فرانسه هر سال پرزیدنت فرانسه مجبور است، وظیفه دار است که درباره کارهایی که برای حفظ زبان در داخل و خارج کشور کرده است به پارلمان گزارش دهد. یعنی گزارش سالانه پرزیدنت درباره خدمتش به زبان هست. یا در آلمان انستیتوت گیوته که از طرف دولت آلمان سرمایه گذاری میشد، قریب در تمام کشورهای جهان فیلیال دارد. برای زبان آلمانی میلیون ها، صدها میلیون یورو سرمایه گذاری میکند. یا دولت روسیه، من دولت های پیشرفته را استایستادم که ما بینیم که پیشرفت به معنای ترک زبان و ادبیات نیست. یا که دولت روسیه، اینا ببینید همین سال 5 مکتب روسی اینجا شد به مبلغ $30,000,000. ببینید همین $30,000,000 برای روسی آموختن همین مردم ما یگان کشور پیشرفته قدرتمند ندیدیم که از بر زبانش، ادبیاتش، فرهنگش، ارزشش گذشته باشه تا با همین شرط پیشرفته شده باشه. این یک تصوری بسیار واهی است و اگر همین تصور در ما غالب شود، ما فکر میکنیم بسیار باخت میکنیم از نظری داشتنی این زبان این فرهنگ. بنابراین ما باید گیم که با همین زبان خود، با حفظ همین فرهنگ هم میشه رشد کرد. و آخرین مثالی که بریم، مثلا در ژاپن من 2 بار رفته بودم، در برنامه بازدید از انستیتوت زبان و خط بود و همین بودجت انستیتوت خط و زبان قریب برابر بودجت جمهوری تاجیکستان بوده است. اینا سرمایه گذاری کشور پیشرفته ترین تکنولوژی بالای زبان. یعنی یک ورق دست خطک به زبان ژاپنی اگر عصر میانه یابد $1,000,000 کتی میخرد. همون انستیتوت خریده او را می آموزد بود در اساس. بنابراین این تصور که کشورهای پیشرفته از ادبیات و زبان دست کشیدند و برای همین پیشرفتن، باور کنید همین واقعیت ندارد. فقط ما برعکس گیم که همچون هویت، همچون اصالت زبان ادبیاتمون حفظ میشه، ولی در عین زمان از نظر تکنولوژی، از نظر علم باید رشد کنیم. و این بسیار اقدام بهترین پیشوای ملت این بود که هم آزمونی فروغ سوی دانایی برای رشد زبان و ادبیات، هم آزمون علم فروغ معرفت برای رشد علم‌های دقیق پیش بینی شد. یعنی همیشه این اعتدال بوده است و در گذشته ما هم خیلی بوده است. مدل شخص موفق در فرهنگ ما خیلی یک جانبه نبوده است. مثلا همین ابن سینا بهترین طبیب، یعنی فنهای دقیق ده، بهترین طبیب، مؤلف قانون طب، بهترین فیلسوف، مؤلف فلسفه شفا، و در این زمان بهترین شاعر. رباعی‌های من زمین با دشمن من چه دوست بسیار نشست هست، با دوست نبایدم دیگر باید، یا که کفری چو من گزاف و آسان نبود. این قدر رباعی‌های زیبا را یک
پزشک یک دکتر گفته است که اون نمیگفت که من فیلولوگ نباشم. یعنی همزمان تعادلی هم هویتی دارد هم تعادلی تخصصی دارد. همین تعادلی هر دوش باید باشد. یا عمر خیام اصلا ستاره شناس، عمر خیام میگم استرونوم، استرونوم، ریاضیدان، دقیق ترین تقویم بشر کار کرده است. تقویم جلالی رو برای همین تقویم جلالی کار کردن یک تیم بزرگی مثل اودیتور ما ستاره شناسان زیر راهبری عمر خیام کار کردن در دوره ملکشاه سلجوقی و این تقویم جلالی آفریدن که حتی در چین، در اروپا استفاده میشد و حالی هم دقیق ترین است. و این مؤلف بهترین رباعیات که هنوز یگان فیلولوگ در سطح خیام رباعی نگفته است. بنابراین همین خیام نمیگه که من اینم یا این، یک شخصیت جامع همین گونه بود. مثلا همین شیخ بهایی که هم فقیه بوده است هم شاعری بزرگ. ای تیری غمت رو دل عشاق نشانه، جمع به تو مشغول تو غایب ز میانه. این قصیده شیخ بهایی بر غزل بخاری. لیکن همین یک حمام آفریده است که با یک شمع گرم میشد، با یک شمع در می کاشان، یک حمامی که چندین دیگی آب گرم میشد است. و این یکی از شاهکاری های مهندسی همین شیخ بهایی حساب میشه. یعنی مهندس و شاعر. همین خیلی میتونیم 10 مثال بیاریم. بنابراین تصور که اگر شعر داند، اگر ادبیات خواند، اگر زبان داند و دیگه آدمی قفاست، یا اگر مهندس باشد، پزشک باشد، باید این بخش رو پرتاید، این تصوری چندان سالم نیست. من میخواستم در افکار جمعیتی ما همین فکر جوری کنیم.